چی سبب است؟ برای چی این امت مناسبت بی‌پروایانه میکند نسبت این ماه؟ چرا ما آنقدر جدی نیستیم وقتی که می آید این ماه؟ بله، من راضیم با همه شما و من باوری دارم که همه شما میدونید که این ماه ماه مهربانی است، ماه رحمت است، ماه مغفرت است. اجر عملها چندین برابر زیاد می شود. الله اکبر. لیکن امروز من با همه شما دیگر خیل پیام دارم. این ماه برادرانم، بله ما راضیم، این ماه رحمت است. لیکن مرا ببخشید برای این سخنها، اما این ماه اینچنین میتواند ماه لعنت باشد. این ماه غضب هم شده میتواند، غضب الله سبحانه و تعالی. اینچنین این ماه میتواند که ماه افسوسخوری و پشیمانی همیشگی باشد. چرا؟ چون که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم که بود رحمت عالمیان، الله سبحانه و تعالی میگوید، الله شاهدی میکند، او پیامبر الله تو روان شده ای همچون رحمت بر عالمیان. و ما خیلی یک حدیث خطرناک داریم. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید بگذار به آبرو شود آن کسی. چی؟ کی نقل دارد این رو؟ کی میگوید این رو؟ پیامبر الله محمد صلی الله علیه و سلم، آن کسی که با رحم بود حتی با دشمنانش، آن کسی که با رحم بود حتی با دشمنان اسلام، در دل او رحم بود حتی نسبت به پیشوایان کفر، پیشوایانی که دشمنی میکردند با این دین، نیکو مهربان بود با آنها. و پیامبر با رحم در این حدیث میگوید بگذار به آبرو شود آن کسی. پیامبر الله لعنت میکند کسی را. آیا شما را در این دنیا یگان شخص خداترس لعنت کرده است؟ میدونید گاه وقت مادر خداترس یا پدر خداترس شما یا اینکه استاد خداترس شما وقتی غضبی شده دعا کردنی میشوند و میگویند یا الله، پیش از آن که دوامش را بگوید شما پریده میگوید التماس بیست، مادر خواهش میکنم دیگر چیزی نگو، دوام نده، دیگر چیزی نگو، التماس بیست. چون که شما میترسید که دعای چنین شخص قبول میشود، دعایش قبول میشود، دعایت مستجاب میشود. به خاطر الله خواهش میکنم دیگر چیزی نگو. این را پیامبر الله میگوید بگذار به آبرو شود آن کسی، بگذار به آبرو شود آن کسی، بگذار به آبرو شود آن کسی. کی او پیامبر الله؟ قال من ادرک رمضان، آن کسی که شاهد شد رمضان را ثم انسلخ ولم یغفر له. بگذار به آبرو شود آن مسلمان که شاهد شد ماه رمضان را ولیکن الله سبحانه و تعالی او را مغفرت نکرد. و در روایت دیگر اذا لم یغفر له فیه فمتى، اگر الله بزرگ و تعالی مغفرت نکند در ماه رمضان پس کی الله او را مغفرت میکند؟ اگر در این موسم رحمت و مغفرت الله سبحانه و تعالی میبخشد بدترین گناهکاران را، الله توبه آنها را قبول کرده گناهشان را میبخشد، مقام بلند میدهد، عملهای بد آنها را به خوب تبدیل میدهد. اگر الله شما را نبخشد در این وقت پس کی الله شما را میبخشد؟ از این خاطر برادران و خواهرانم من میخواهم که شما یک چیز را بفهمید. وقتی الله سبحانه و تعالی گشوده میکند درهای مغفرت را و گشوده میکند درهای رحمت را برای بنده اش، لیکن این بنده تا حال بی‌پروایی میکند نسبت الله، در این حال نتیجه او چی میشود؟ آیا نتیجه اش تنها گم کردن اجر میشود؟ چون این شخص گمان دارد که اجر گم میکند خلاص، چگونه که بسیاری ها فکر دارند والله اگر من کوشش نکنم در این رمضان من همگی اندک ثواب را از دست میدهم خلاص. نه برادر یا خواهرم، اگر که تو عمل نکنی در این ماه، اگر که تو کوشش نکنی در این ماه، اگر نکنید آنچه که از دستتون می آید، نتیجهش غضب الله شده میتواند بر شما. نتیجهش میتواند که لعنت محمد صلی الله علیه و سلم افتد به شما. خلاص این ماه رحمت است. این پایگاه رسیدن به موفقیت است. لیکن با اشتراک نکردن در این پایگاه یا به اهمیتی کردن در این مسابقه میتواند که بر شما افتد غضب الله سبحانه و تعالی.